سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. بچه ها امروز ویدیو اینجوریه که وقتی که کسی ما رو سابسکرایب میکنه ساباش حساب نمیشه. الان دلیلش چیه؟ بچه شما بری از اول یه ویدیو کامل ببینید، اول برین داخل چنلم ویدیو کامل ببینید، لایک کامنت همه چی بذارین، بعد برین منو سابسکرایب کنید. الان علت این کار چیه؟ چون وقتی این مثلا این کار که مثلا حساب نمیکنه ربات یوتیوب فکر میکنه الان یعنی ما رباتیم. ما اینطوری مثلا میخوایم پر جمعیت، فقط میخوایم که فالو داشته باشیم، سابسکرایبر داشته باشیم. نه الان ولی ما اینجوری نیست. الان اگه شما هم میتونید برید اول یه ویدیو کامل ببینید، لایک کامنت همه چی بذارید. ویدیو نه 2 ثانیه فقط نگاه میکنید، ویدیو باید کامل نگاه کنید. ویدیو کامل نگاه کنید، لایک کامنت، بعد برید سابسکرایب کنید. بعد همینه دیگه. بعد هم یه نکته هم براتون بگم، برای امروز ظهر ساعت 2 یه ویدیو رنکاپ هم داریم. ویدیو رنکاپ هم میذارم براتون، شما هم برید نگاه کنید، لذت ببرید. فعلا خدا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.